همه زحمت و تلاش و نتیجه کاری یک مردی زحمتکش و مهنت‌قرین همین جمهوری تاجیکستان است. در این قطعه سیب‌های نوی ژاپنی فوجی که ما آنها را سال 2013 از کره جنوبی دسترس کرده آورده بودم. الهام جان حکیموف مردی هستند که سالها باز با باغداری مشغول هستند. اساساً من تجربه کره جنوبی رو به اینجا وای کردگیم. سیب یکی از معمولترین میوه ها در سراسر جهان بوده از جهت استحصال در دنیا پس از میوه های سیتروسی، بنان و انگور مقامی خاص دارد. باغ‌های این میوه شهدبار در میدان زیاد از 5 میلیون هکتار دامن پهن کردند که همه ساله به حساب میانه بیش از 64 میلیون تن جمع‌آوری می‌گردد که آن 21% جمعی میوه در جهان استحصال شده را تشکیل می‌دهد. تشکیلات عمومی جهانی آذوقه‌واری سیب را برای خط زراعت‌های اساسی تامین کننده به خطری آذوقه‌واری وارد کرده است. صادرکنندگان اساسی آن دولت‌های چین، پولشا، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا، چیلی، فرانسه، آفریقای جنوبی و غیره می باشند. پیدایش سیب یابایی تاریخ 70 میلیون ساله دارد که در نتیجه اِوولوسیا در نیمکره شمالی 35 نمود و 60 زیرنمود آن پهن گشته است. یک قسم آنها سرنسل نوهای دستپرور می باشند. از جمله در جمهوری تاجیکستان 2 نمود آن سیورس و نیتزویتسکی تا به حال می روید. گذشتگانمان زیاده از 80 نوع سیب را به مانند شاهی سیب، شاه حسینی، گل سیب، پخته سیب، پانغازی، رخش، قاسمی، چه سیب و شلمون پروریدند که قسم زیادی آنها امروز در خواجگی های نزد حولگی پرورش کرده می شوند. پرورش سیب تاریخ 3-4 هزار ساله دارد. این مدت در نتیجه انتخاب طبیعی، صنعی و کارهای سلکسیونی در دنیا زیاده از 15,000 نوع آن کشف گردیده است. طور میدونیم جمهوری تاجیکستان و مردم شریف تاجیک اصلا که با کشاورزی مشغول هستند، همچنان با باغداری. و حالا میبینید که ما در یک باغ قرار داریم که این همه زحمت و تلاش و نتیجه کاری یک مردی زحمتکش و مهنت‌قرین همین جمهوری تاجیکستان است. رشد باغداری نشان می‌دهد که وابسته به پیشرفت تکنیک و تکنولوژی نوهای سیب نیز عوض می‌شوند، زیرا طلبات به نوهای کهنه در بازار داخلی و خارجی کم می‌گردد. در 5-6 سال اخیر زیاده از 60 نوع سیب به مانند مودی، پریما، رید فری، گالا، گرانی سمیت، گرانستار، رید چیف، فوجی و غیره وارد گردیده است که الکی یک قسم آن مطابقتی خود را در شرایط اقلیمی کشور نشان داده ایستاده است. در جمهوری تاجیکستان سیب از روی میدان باغ‌ها پس از زردالو از حجم استحصال میوه در جای دوم می ایستد. استحصال آن در همه شکل خواجگیداری تخمینا 150-160 هزار تن را تشکیل می دهد. الهام جان حکیموف مردی هستند که سالها باز با باغداری مشغول هستند و طور اطلاع پیدا کردیم الهام جان سالهای سال در همین قطعه زمینی که در اختیار دارند با باغداری مشغول هستند و در اینجا نوهای گوناگونی میوه ها را نگاه و بین میکنند و حالا عین بارآوری همین درختان سیب است که در اینجا ما و شما میبینیم. حالا اسرار این همه فیض و برکت، اسرار این همه نعمت هایی که در اینجا هست از خود اکای الهام جان میفهمیم که با چه زحمت و رنج و مشقت به دست آمده است. اکای الهام جان سلام علیکم. و علیکم السلام و سلام علیکم. در این قطعه سیب های نوی ژاپنی فوجی که ما آنها را سال 2013 از کره جنوبی دسترس کرده آورده بودم. در همین قرطه در 25 سوتیق 200 قریب 300 دانه همین سیب
من حوزی قریب که اینو 11 ساله شدن، زیاده از 6 سال شد که حاصل میتیان. من بسیار همین ناوی خوش طعم و بسیار ناوی چخیل گیم همون بزرگی رو با قولی روسا پریمیوم سورد برای اون که همین ما باید حرکت کنیم که همین دهقانای ما همه وقت همین توانن و همین خیلی نوهای خوب و صفتی بلند که محصولات که برآمد و در بازار جهانی در کجایی که خواهد و با فروش برآورده امکان دارد و همه وقت مزاج خود رو می‌یابد. بله. ببینید این قدر وقتی که ما با این محیط آمدیم، باور کنید با وجد آمدیم که این قدر زحمت، این قدر برکتی که در اینجا هست تنها با زحمت خود شما و اهل خانواده است. فکر البته این باور کنید هم خیلی به زحمت یگان کاری نمی‌شود. با قول اون که از شما حرکت از خدا برکت، این هم یک باور کنید همین یک زحمتی بسیار دشوار دارد و خیلی ما یک چند سال شد که ما همین کار که مشغولیم، بسیار تجربه برداشت کرده ایم. ما خیلی با همین مروری زمان من بسیار هم تنجی امانی شد، من بسیار هم شکرانه میکنیم به این تنجی امانی. من بسیار مملکت‌های دنیا رو بسیار گشتم، از قبیل هم اروپا و هم آسیا و هم امریکا و همین ساحه کشاورزی، هم بسیار ما تجربه های بسیاری آموختیم و همون تجربه ها رو فکر میکنم که در عملیه البته ما همین اساسا من تجربه کره جنوبی رو با اینجا وای کردگی. من سال 2012 در اونجا یک مرکزی ترینینگی جهانی اگراری رو اونجا همچون آموخته ما رو در اونجا من یک چند سرتیفیکات هم دارم. همین سیب ها با ما بسیار معقول شد و ما همین در یک پارالل جور گیریم. ایلهام حکیموف، ساکن شهر حصار و همکنون راهبر خواجگی دهقانی بهادر، طول بیشتر از 25 سال است که به خواجگیداری مشغول می باشد. نامبرده متخصص و هم دارای دانش‌های ضروری در بخش کشاورزی و خواجگیداری می باشد. به قول این خواجگیدار، بنیاد باغ و به دست آوردن حاصل دلخواه از هر فرد کوشش و غیرت و دانستن نازکی-های این پیشه را تقاضا می کند. اگر اسرار کار دهقانی به خواجگیدار میسر گردد، مشکلی در این جاده باقی نمی ماند. ایلهام حکیموف حالا به خاطر بخطری نهالان سیب و بارآور گردیدن آنها از اصولهای جدید و در خواجگیداری ما پدیده نو کار می گیرد. باور کنید همین سیب 12 ماه همین بوریش دارد، ابریسکا دارد. من حوزی اینو توقع کردم در کار. من بسیار بستگی همین توقع کردم در کار که این همین هم صفتشو هم دوایش بسیار همین اندازه بزرگ شود. همین انا مقصد همین خیل. انا بعد باز ما یک همون سیستم دیگه اینجا جاری کردیم. این کم کم همون سیستم‌های علمی است. انا با همین قول روسو نیچرال فارم، یعنی که چطور استحصال کردنی محصولات کشاورزی که از جهت اکولوژی تازه، یعنی که ناتورالی. ما از همین محیطی همین خیلی یک تجربه هست که از همین محیطی همین خودی همین من بیا باغ یا چیزی باشند، ما از گیاهای همین شفا بخش از قبیلی من در تاجیکا میگویم من تخچ، با روسی پلینگار که من سیرپیاز، چسناک، ایمبیر، گرمدارو، من شلخه، من علف شور از چند نمود ما بیوستیمولاتور و میکروارگانیسم تیار میگیریم. بازی من چند نمود تیار داریم و همین محصولاتی که ما داریم همینا با هوای ما یعنی که با همون کار میکنیم، یعنی که ما اینو با قوت میکنیم، یعنی که همون برای اینکه بسیار همون گیاها آنها همون دارنده همون بسیار همون میکرو الیمنت هایی که برای همین محصولات لازم است، ضرور است، دارو میباشند. و این چیزی من همین سیبی که وزی ما توقع میکنیم اگر اعتبار داده باشید، من همین خیلی یک نمود قیچی هست من ولی نشون میدم همین خودی همین سیب گرفتم ما اکسوس و سیرکا و انا با یک همون دارو تیار میکنیم با خودی همین سیب میزنیم. این همین خیلی حسیات میکند که رنگی که همون گویده که نوزاد شیری مادر خورده ایستاده است.
نوهای بروقتی سیب در وادی‌ها اولهای ماه ایون و نوهای زمستانه در بلندی‌های 800 تا 2000 متر از سطح بحر آخر ماه‌های سپتامبر تا اکتبر می‌رسند. نوهای زمستانه را تا حاصل آینده دهقانان نگاه می‌دارند. این امکانیت می‌دهد که تمام فصل سال این میوه دسترس باشد. اما راهبر خواجگی دهقانی بهادر الهام حکیموف میگوید نگاه و بین نوی سیب فوجی یکم مشکل تر است، زیرا طول سال آن به نگاه و بین و توجه مخصوص نیاز دارد. بار اول ما این چیز را مشاهده کردیم. درختان خیلی از معیار زیاد حاصل دارند و میوه ها را از یکدیگر جدا میکنند، یعنی قسمتش را بریده میگیرند و قسمتش در شاخ درخت میایستد، به خاطر اونه که اندازه میوه ها بزرگ شود و بازارگیر باشد. سال 2012 همین در همین اسوسیاسیونی که من تشکیل کرده بودم قریب 1200 متر لاتوک و 78 نقطه های تقسیمات آب و همین چیزهای ما ریابیلیتیت کرده گذاشته بودیم. اینجا جناب عالی محترم پیشوای ملت امای رحمان تشریف آورده بودند و بسیار ما هم خرسند بودیم که همون دستورهایی که با اون کس ما رو دادن ما همون دستورها که من تا حالا کار کردیم و با همین من گویا که با همین تجربه و با ملکه و با همین درجه آماده رسیدیم. من سالی گذشته ما از همین قرطه از 25 ساتیق اگر درست شگیم 268 درختی همین سیب 10 تن و 200 کیلو سیبی همون پریمیوم گرفتیم. با اینجا ما صفت اعلا یخدان که همین سیب اگر همین من بسیار جا مانیتورینگ میگذارونم پایکر و اشن و همین سیب است از خیتای میبیاد، همین سیب است از ترکیه میبیاد، سلاوات مادین ترکیه خیتای مادین لگی همین سیب است. بله. باور کنید اگر ما همین مهنت کنیم این زمینی ما یک جای خداداد است. چهله که جناب عالی قایم میکنن یک بیشتری روی زمین است. با یک همون من بسیار همین کاریسون خدیم کار میکنن حیران میشن میگن که یک مود همین در طرفای وایو بسیار زحمتی بسیار کشیدن در کار، با اینکه خیلی اون شرایطی که و اون بود هوایی که در ما مساعد است، من همچون طبیعتی که ما داریم 4 فصل سال و همین چی این بهترین است. همین با یک مهنتی کم ما میتونیم اند یک مهنتی که همین کمتر اخلاقنا اگر کار فرمانیم ما حاصل نغز و محصولات نغز ما استحصال کردن میتوانیم، بعد از آورده میتوانیم. الهام حکیموف میگوید با مقصد بیشتر کردن میدان باغ از حساب نوی سیب فوجی نقشه های بزرگ در سر دارند. نامبرده میخواهند در نزد خواجگی دهقانی بهادر که راهبری آن را بر ذمه دارند مرکز اگرری تأسیس دهند تا باغداران را از سراسر کشور به هم آورده و تجربه های اندوخته‌اش را در خصوص پرورش، نگاه و بین و وسیع کردن میدان باغات به آنها آموزش دهند. ما همینجا یک مقصد داریم که یک مرکزی اگرری همینجا کشویم، همین که آینده ما همین تجربه با همین دهقانای تاجیکستان مثالی گپ آموزونیم که من همین مادر مثلا آیستان چی طور همین زیاد کردن من در این قرطه ایست طرف من از همین 600 تا پیوند کردم، دو پیونده که من حاضی همین اوج نشونه دونی علاقه نشونه داد. طور قبلا اشاره کردیم نگاه بین و پرورش نوی سیب فوجی از دیگر نوهای سیب فرق کننده می باشد. الهام حکیموف نه تنها شاخه های علاوگی بلکه میوه ها را هم از همدیگر جدا می کند تا باقی مانده ها خوب و بی نقصان نشأ و نما یابند. ما اینا طاقه کردن ما در کار و آزاد کردن ما در کار. من خیلی طاقه میکنیم. من همین خضراده این 15 تا برای این بسیاری بد است. من اینا میمونه من سیبی نغز نگاه میکنیم شتاب سیبی تازه خوشرویه. من همینجا ده من همین 2 تا این اوج زیادتی است. اینجا میبریم من اینجا 3 تا من 3 تا سیب من همین 1 تا همین زیادتی است. اینا میبریم میپرتیم. من اینجا ده من سیبای مایده همش میبریم. من خیلی میبریم من اینجا هم 2 تا
من اگر اعتبار تید من اینجا آزاد شد. من 1 2 3 4 5 6 انا این دو تام لیشنی انا یک مایده هم لیشنی. من 7 سیب. من مقصد این شاخچه های کسلی هم بریده میپرتیم. من هنگامی من این خیلی نگاه داشتن هم این آفتاب میرسد هم نشو و نماش هم بسیار نغز میشود. همین خیلی زحمت همین یک خاصیتی بسیار وای دارد همین که در آینده ما میتوانیم بسیار هم سیب های از جهت صفت بلند سیب استحصال کنیم. راهبریت خواجگی دهقانی بهادر واقع در وادی حصار در قسمت دیگری زمین‌های در اختیار داشته اشان حدود 600 بیخ نهال سیب نوی فوجی را با اصول پیوند سبزانیدند. حالا درختان این قسمت خواجگی 3 ساله شدند و بعضی از نهالان الکی بارآور گردیدند. طور الهام حکیموف میگوید حالا زمانی به شکل دراری نهالان فرا رسیده است و در این سین و سال اجرای این عمل هم آسان و هم قله‌ای می باشد. من حاضر ما در اینجا من همین نهالی که شما از اعتبار میتید این نهالی من 3 ساله سالی این سال اگر گذرد سالی 4 میشد همین نوی همین فوجی این ما همینجا همین قرطه 600 تا ما خودمو پیوند کردیم یعنی که عموما این وطنی ما تاجیکی شدگی ما تخم مادر اول کاریدگی بعد در تخم مادر و همون M26 میگه برای کلونی بعد نشدن همین M26 پیوند میکنیم و بعد از بالای همین بعد 15-20 سانتی متر همین نو است یعنی که سورت همین نو پیوند کردگی من همین خیلی این همین خیلی سورت انا حاضر اینا همین جوانیش همین گویا که حالا همین سینوسولی جوانیش اینا همون با قول روسو شکل دادن در کار فرمیروفکا یعنی که همین من تا 1 متر 4 خادره میمونیم من دیگروش هم میزنیم من اینم من روزه 30 سانتی متر اینو میسته انا اینوش میزنیم انا اینوش میسته انا این ماید چویده میزنیم انا نگاه کنی همین هر یک راسته یعنی 25-30 سانتی متر مثل گپ 4 تا اینم زیادتیه با اینجا انا هست اینجا ده انا اینجا ده انا اینم زیادتیه انا اینو هم توزیع میکنیم انا این با فرمی رود میشه انا اینو هم توزیع میکنیم. آبیاری درختان از مسئله های اساسی در بخش باغداری می باشد. خوشبختانه جمهوری تاجیکستان از لحاظ ذخیره های آب مشکلی ندارد، اما در بعضی از شهر و ناحیه ها بنابر سبب نادرست به راه ماندن سیستم آبیاری خواجگیداران به مشکلی نارسایی آب دچار می شوند، ولی خواجگی دهقانی بهادر از این مشکلی ها عاری است. بینندگان عزیز از اصولهای نگهداری درختان کمی هم باشد آگاه شدیم و حالا میدونیم که از اکای الهام جان سوال میکنیم که آبیاری باید چگونه صورت بگیرد در همین درختان سیب اصلا در همین منطقه ما اگر خیلی گیریم همین پرابلم آب وجود ندارد. خیلی که ما گفته گذاشته بودیم ما اینجا همون سیستم آبیاری را ریابیلیتاسیون کرده بودیم، لیکن خیلی برای همین سیبا بسیار آب طلب یک این خودش هم درختی آب طلب حساب می شود. اگر خیلی ما همین قطره‌ای کرده بودیم وقتی که در جوانیش همین قطره همین 268 اونجا 280 بود انا قطرگی بهترین بود لیکن حاضر ما اینا همین خیلی عادی خیلی که همون مقرری آبیاری کرده ایستادیم انا زمینی ما که کمتر نیشیب است برای ما این آسان لیکن برای زمین هایی که نیشیب نیست و اگر همین خیلی 100 متر 200 متر دراز باشد آبیاری قطره‌ای کنن بهتر میشد. برای چی؟ برای اون که من آب سر میتین مثلا از بالا تا پایان رفتن ممکن که با یک روز وقت در کار و بالا اوجه آبی بسیار و استرس میقپه همین یعنی آب زیاد با درخت هم با ضرر دارد و میورش باید گیرد همون میور مثلا همه چی میور داره این هم یک میور دارد.
درختان سیب فوجی اساساً در ژاپن پرورش می‌یابند، اما در کشورهای چین و امریکا به این نوع سیب و پرورش و زیاد نمودن آن دقت مخصوص می‌دهند. مثلا در جمهوری مردمی چین 82% سیب رویانده شده نوع فوجی میباشد، زیرا سیب فوجی با طعم عسل و نمود زیبایش فرق میکند. خوشبختانه متخصصان ما ضمن بازآموزی و تبادل تجربه این نوع سیب را بعد آموزش و پژوهش به تاجیکستان آورده و آن را در سراسر کشور پهن نمودند. الهام حکیموف یگانه متخصص و خواجگیدار وطنی است که بعد گذشتن از یک چند کورس‌های آموزشی در کشور ژاپن خود مستقلانه 2800 بیخ نهال سیب فوجی را به وطن آورده و اینک بارآور نمودند. طور گفته در ژاپن، در کره هم یک تحصیل هم گرفتید، یعنی متخصص از اونجا آمدید. بیاید از اون تحصیلتون بگید که در اونجا همین روند کشاورزی و باغداری و عموما چگونه است، از ما چی فرقیت دارد در اونجا؟ هیچ فرقیتی ندارد. برعکس اگر باور کنید هم باد و هوا هم حال گفته گذاشتیم که هم زمینای ما و یا حیران میشن. زمینای ما میبینن من همین آبی که من مثال گفت از ما از کانال ایسار آب میگیریم، آبی اگه گویم کوهستانی من قطار کوه ایسار و ارزاب آب میبیاد، همین آب خودش باور کنید از آب مچی نمیبیارد. باور کنید همین خیلی غذا به حد غذای وای دارد. ما مثال همین به حد حاصل خیز همین خاکا مثال همین زمینا برای هوای کمتر همون اقلام کار فرموندن در کار. بعضی آدما هستن که شاید از سیر و اسرار مثلا خواجگیداری و دهقانی بی‌خبرن و گاه میگویند که از دهقانی ما چیزی به دست نمیآوریم. شما همچون یک فردی هم متخصص هستید، هم گویم که سالهای سال در این سمت کار فعالیت میبرید. نظر شما با همین مسئله چی است؟ این است که اگر همین خیلی من همین فرزند اگر ما تولد میشه در اویله، اگر وای مثالی گپ در هم اویله نغز تربیه نغز گیرد، مکتبی نغز خواند، مثالی گپ ها مثالی گپ خورو که نغز خورد اگر هوا یک آدمی با معرفت و با یک آدمی کامل کلان میشه. همین درخت هم همین خیلی فرق ندارد، وای میوه است، وای فرق ندارد، وای پولیزی است، فرق ها محبت رو حس کند و همو در وقتش همو میکروالمنتش گیرد و وقتش ده همو مثالی گپ همو دست انسان وقتش ده هوای چی کند، هوای هم مثالی گپ رنگ یک جسم زنده است که هوای هم همین خیلی وای شده، بعد یک مثالی گپ نتیجه حاصل می شود به بار می بیارد. خب میگویند که برای تشکیل مثلا همین گونه خواجگی ها یا باغ و مثلا دیگر بسیار خراجات زیاد لازم است. شما زیاد خراجات کردید برای بنیاد همین باغ مثلا؟ خیلی اکنون همین نهالا گویا که این نهالا همین نهال نغزه همین یعنی که کفالتی 100% همین وقتی همین نهال آوردن ما کمی خراجات کردیم. یعنی در ابتدای کار؟ در ابتدای کار ها. بعداً چند مراتب زیادتر شد؟ البته. منفیتش میرسد. البته. خب امروز محصولات به کجا صادرات میکنید؟ محصولات اساساً به پایتخت عزیزمون، به خویجند، به شهر خویجند، به شهر کلوب، به رایون های پورین شهر توزو همین رایون های قبادیان همین برده بودن، خویجند برده بودن. با قول الهام حکیموف، راهبر خواجگی دهقانی بهادر، حالا نوع سیب فوجی نه تنها در بازارهای جمهوری تاجیکستان بلکه در سراسر عالم خریداران بیشمار دارد. همه ساله که به حساب میانه بیش از 64 میلیون تن سیب در سراسر گیتی جمع‌آوری می‌گردد. از این مقدار طبق نظر متخصصان 12 میلیون تنش نوع سیب فوجی میباشد. از این لحاظ اعتماد ما را به بازارگیر بودن این نوع سیب بیشتر میکند. همین سال ما همین سیب ضعیف دادگی هم از اینترنت آمادگی برای 24 نوامبر سال همین 2024 در دبی من اکسپوی همین وای میشد است محصولات ناتورالی ما با قید گرفتگی خیلی میبینیم اگر آفت تو یگان وای نشود حاصل نشود با مراجعه میکنیم به همون اینستانسی حکومتی که چه ما همینه برده اگر مساعدت کنن و برده رسانیم یگان قسمش شخصانی که هم متخصص ساحه بگیم کشاورزی و باغداری و دیگر هستند و هم خودشون مستقل در بین همین دال و درختان بزرگ شدند و این نتیجه آن است که
هر یک فرد باید هر کاری را که مثلا میخواهد که اقدام کند ادامه دهد باید که با او عشق داشته باشد، محبت داشته باشد، نازکی های این کار رو باید داند. و فکر میکنم از صحبت های اکای الهام جان ما و شما بسیار چیزها را آموختیم و در آخر بازم یک بار تشکر میکنم از شما برای پذیرش و اینقدر زحمتی که در اینجا کشیدید. حالا که در جمهوری تاجیکستان عملیگردانی برنامه رشد باغ و تاک پروری ادامه دارد، متخصصان وطنی و دهقانان و خواجگیداران و باغ پروران هوسمند توصیه می دهند که در انتخاب نوها و بنیاد باغ‌های سیب به خطا راه ندهند، زیرا به اندیشه متخصصان میدان باغ‌های صنعتی باید از 1 تا 2 نو با در نظر داشت نوهای گردآلود کننده بنیاد کرده شود. هنگام انتخاب نوها شرایط محل و طلبات بازار را نیز باید به حساب گرفت. موافق معلومات ها حالا در جمهوری مردمی چین که رشد بیمیلان این بخش مشاهده می شود، 50% باغ‌های نوبنیاد از نوع سیب فوجی می باشند. بنیاد باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی وابسته به افزایش اهالی مسئله مبرم گشته است، چون که حاصلناکی آنها 2-3 برابر نسبت به باغ‌های موجوده زیاد می باشد.